ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ایم از عنوان راه استفاده می‌کنیم تا توفیق‌هایی که در هر مرحله به دست می‌آوریم پایان کار ندانیم و همواره نگاهی به کمالی برتر بدوزیم. و ما امید را سرمایه خود قرار دادیم تا حاکز هویت ایرانیمان باشد. امیدی که این ملت را از گردنه‌های سخت تاریخ عبور داده و حیات او را در تلخ‌ترین روزهای این سرزمین تداوم بخشیده است. راه سبز امید. در اینجا دعوت می‌کنیم از جناب آقای اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، که در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم از صحبت‌های ایشون. بعد از صحبت‌های آقای امیرارجمند آنتراک خواهیم داشت و بعد از اون پخش فیلم. تشکر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم آقایون و دوستان گرامی. تشکر می‌کنم از سفیران سبز امید و همچنین کانون شریعتی که میزبان اولین اجلاس این بنده قصد تصدیح ندارم. چند نکته رو به صورت مختصر سعی می‌کنم که مورد اشاره قرار بدم. می‌دونیم که یکی از استراتژی‌های اصلی جنبش آگاهی بخشی هست. آگاهی بخشی از زمانی که قرار بشه مؤثر و وسیع صورت بگیره، ضوابط، اصول، معیارها و اتیک خاص خودش رو داره. نیاز به دانش، مهارت، امکانات و همچنین پایداری بر اصول و یک سری از قواعد اخلاقی تخطی ناپذیر است. در جریان مبارزه بعد از 22 خرداد مشکلی رو که جنبش باهاش مواجه بوده و شاید هنوز نتوانست این مشکل رو کاملا رفع بکنه، بحث سازماندهی تشکلات، شبکه‌ها، تقویت نظاممند و علمی این شبکه‌ها و هم‌افزایی مورد نیاز بود. بنده ایجاد این گونه جلسات رو فال نیک میگیرم. فکر کنم قدم بسیار مهم و اساسی در این راه برداشته شده. برای رفع این نقیصه داره برداشته میشه. شما گروهی از جوانان ایرانی هستید که حول محور خاصی با همدیگه به توافق رسیدید. یک برنامه مشخصی رو تدوین کردیم و راهی رو آغاز کردیم و امیدواریم که جوانان دیگر در نقاط دیگه دنیا شاید با حداقل‌های دیگر، شاید با اصول مورد توافق دیگر این نوع حرکات رو ادامه بدن و اگر آغاز کردن تقویت کنن تا ما از به هم پیوستن همه این نیروها بتوانیم یک موج جدیدی رو آغاز کنیم. به همتون تبریک میگم. به نظر من میرسه که ما باید که خوشحال باشیم از کاری که شما انجام دادید و با انرژی که در دوستان مشاهده کردم قطعا میدونم که این شبکه‌ها گسترش پیدا خواهد کرد. اما نکته رو که بهش اشاره کردید و روح الله بهش اشاره کرد و من میخوام که روش تاکید بکنم. روح الله گفت که این مجموعه بر اساس منشور جنبش سبز کار خودش رو آغاز کرده و همچنین تاکید کرد که ما باید تکثر رو به رسمیت بشناسیم و باید که تضادها و دوگانگی‌ها رو در صدد حلش و کنار گذاشتنش بشیم و دوچار دوگانه‌های مصنوعی نشیم. به نظرم میرسه نقطه قوت جنبش و از جمله
کاری که شما میکنید این خواهد بود که یادتون نره و یادمون نره که از اول گفتیم جنبش دارای تکثر و باید اینا همه بهش باور داشته باشیم و استلزاماتمون رو قبول بکنیم و نگذاریم که در کلام و سخن باقی بمونه و تبدیل به یک شعار تو خالی بشیم. منشور جنبش سبز سند مورد توافق شما برای همکاری است و ما می‌دونیم که برای این سند زحمتی بسیار زیادی کشیده شده. یکی از دستاوردهای جنبش بوده. اما هممون می‌دونیم که این سند هم چیز مقدسی نیست. به مانند هر سند دیگری که عقل جمعی بهش رسیده یا بخش از عقل جمعی بهش رسیده قابل تغییر و بازنگری و اصلاح است. و همونجوری که ما ویرایش اول این منشور داشتیم، ویرایش دومش هم داشتیم، ان شاءالله ویرایش بعدیش هم خواهیم داشت. امیدواریم که و به این انتظار هستیم که رهبران آزاد باشن تا اون ویرایش سوم به امضای اونها برسه و باز هم مورد تایید اونها قرار بگیره. بنابراین توجه داشته باشیم که وقتی ما میتوانیم به هدف خودمون برسیم که شماها سعی کنید تشکل‌های دیگری که مثل شما ممکن در جاهای دیگری هستن و احتمالاً با شما اختلاف نظر دارن اونها رو شناسایی کنید و با اونها در تماس باشید. اینطور هستش که ما میتونیم به صورت قوی پیش بریم. مطمئن باشیم که چیزی غیر از مدارا، غیر از درک و فهم متقابل همدیگر نمیتواند ما را به نتیجه برسونه. گفتید که حرکت‌های نهضت‌های آزادیخوانه در ایران از سال 57 یا از 22 خرداد شروع نشده. بله، بیش از 100 سال هست که ما به دنبال آزادی هستیم و تجربه‌های گوناگونی داشتیم. ولی امروز هممون باید که درک کنیم و هممون بپذیریم که شاید که در زمانی از آزادی صحبت می‌کردیم ولی به واقع به دنبال آزادی نبودیم. دموکراسی به عنوان یک سیستم که میتونه آزادی همه ما رو تا حدود زیادی تأمین بکنه مورد توجه قرار نداشته. و اگر ما بخواهیم که دموکراسی حداقل به عنوان روش حکمرانی در کشور ما استقرار پیدا بکنه، میباید که از یک عنصر فرهنگی آغاز بکنیم و اون مدارا هست. و اگر که دانشجویان و جوانان نسبت به هم دیگه مدارا نداشته باشن، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در سطح وسیع و ملی مدارا وجود داشته باشه. پس توصیه اول بنده، اگر که به خودم اجازه بدم که چنین توصیه‌ای رو بکنم، این هست که دوستان حتما بحث مدارا و بحث تکثر رو مورد توجه دقیق قرار بدیم. نکته دیگه این هستش که ما از مهارت‌ها صحبت کردیم و از دانش. آگاهی بخشی نیاز به دانش اونهایی که میخوان رسالت بحثی بگیرن هم داره و باید که این دانش رو تقویت کنیم، روشمندش رو. مهارت‌های لازم رو به دست بیاریم. به هر حال شما در اینجا امکانات فراوانی دارید برای اینکه مهارت‌ها رو سریع‌تر به دست بیارید. از این امکانات باید حتما استفاده بشه. نکته دیگه‌ای که به نظرم میرسه که خوب است یادآور بشیم این هستش که شما از جنبش‌های دموکراسی خواهی در منطقه صحبت کردیم. از اونجایی که به نظر میرسه سرنوشت تمام منطقه به هم گره خورده و به هم ارتباط داره، من فکر میکنم که یکی از کارهایی که تشکل‌های به مانند شما باید به دنبالش باشه، ایجاد ارتباط وسیع با جنبش‌های دیگر هست. و این شاید در مرحله اول و قبل از هر نهاد دیگر از شماها برمیاد که بتوانید با جنبش‌های دیگه ارتباط برقرار بکنید و
در واقع اون جنبه منطقی بودن این حرکت رو تقویت بکنیم و در این راه پیش قدم بشیم. البته میدونم که جلسات متعددی در نقاط مختلف دنیا برقرار شده، از جامعه جنبش سبز هم مشارکت‌های فعالی وجود داشته، ولی باید که شما به دنبال سامان دادن به این نوع ارتباطات باشید.